بانو واجهان سلام و درود مرچی ما پدا گپ پتران برنامه چهاریان تیوی شما خدمت هستیم. گواندی ایدام شما را مبارکباد گوشیم و مرچی ما پدا بلوچستان به هر حال انقلاب و سرکوب و بحثانی که بیتنشان باره گپ جنی و یک مهم مسئله که به هر حال جمهوری اسلامی لوچید گو فریب جامعه خونین مسئله به هر حال جمع بکند بلوچستان تو که به هر حال مردم فریب بدند لوٹی چند نفر چه اما مامورانی که آروچی زایدان بیتگند اشان به هر حال به صورت فرمایشی و فیلم بازی کنک بیارید محاکمه بکند. ما امی رابطه دعوت کتا چه واجه رحیم بندوی بلوچستان استمان گل باسک و انچو واجه جمشید امیری جبهه متحد بلوچستان باز که بیایم مرچی برنامه میواسطه گپ بجنم واجه بندوی ماگو شما شروع کنیم برنامه شما میواسطه در امی رابطه خبر بکنه و تو گشتر توضیح بدید که پرچه جمهوری اسلامی ها به هر حال چوشین برنامه کتا لوٹی چی ثابت بکن. من سلام عرض کنم شوی خدمت جان جان استودیوی مسئولان کار کنم پشت به اضافه اجازه بده ضمن عرض سلام به گندو کان هشکنو کان عید فطر تبریک عرض بکنم خدمت تمام مسلمانان جهان وشیم روچی برحال هر کجا خوشی بی وشی بی شادی بی انسانان باید خوشحال ببن و برحال مروچی مزنه عید کسانی عید روچین تو تمام جهان خاص ماشی بلوچ گوشتار کنه تبریک باشم و خب متاسفانه این مسئله عیدم یک موضوعی بود بلوچستانی در بلوچ ما اخبارن توانه گفتن که مروچی اهل سنت همه جا عید کرده با توجه به که برحال در مناطق مثل بلوچستان که آسمان صاف تو صاف داره خب مسلما افقی هم فرقی کن نسبت به تهران و ما زودتر گندگی بید و در عیدش کرده ولی متاسفانه چون جایت مروچی کلیپانی بازی مدیستن که متاسفانه چاباری تا عیدش نکرده جریان چین برحال چاباری عزیز مردمان بهتر زاند اما ای کاش که این نوع اختلافاتانی که جمهوری اسلامی دنبالنتش می حداقل رهبران مذهبی و تار دوچار چوشین به قول معروف اختلافات مکنند حداقل کسانی که به عنوان رهبران مذهبی و روحانی مورد اعتماد مردم هستند متاسفانه خب بیت چوشن بیت ولی امیدوارم که بین مردم وقت این همبستگی و این اتحاد همچون که مدت ها پیش شروع بوده همچنان ادامه ودی بکنتند و این اتحاد و همبستگی که تنی ودی پانتگی واقعا بلوچستانی جنایتانی که سری بودتگن توسط حکام جمهوری اسلامی ایران و صدمهانی که در ظرف این دوران حاکمیت 44 ساله جمهوری اسلامی ایران سر مردمان بوده با توجه به تمام اقدامات فراقانونی و فراغذایی و به هر حال هر چی که نامش بلده متاسفانه مردم بلوچستان قربانیانی گیشتر نبودند در این ساختار اجتماعی و ساختار حکومتی که جمهوری اسلامی ایران الان ویتی دسته تهی داشته باشم و در ارتباط با این فاجعه به هر حال 8 مه متاسفانه جمهوری اسلامی ایران همچون که دقیقاً هم شما اشاره کرد همار دولت که انفجار هواپیمای اوکراینی به همراه تمام سرنشینانی با توجه به که 2 موشک پشت سر هم جتندش و برای مدت ها حداقل فکر کنم از اینکه چندین روز اصلا انکارش کرد ما نکردن دیگه نهایتا مجبور بودن با توجه به که این کلیپ های ماهواره‌ای که تمام فضاها به قول معروف تحت کنترل کسانی هستن که قدرت های جهانی شانش وقتی پیش داشته دیگه راهش نمند مجبور بودن قبول بکنن. در ارتباط با این فاجعه خونینی که زاهدانی تا اتفاق کرد و برحال هفته بعدی هم در خاش متاسفانه اتفاق کرد اشان کاملا برنامه ریزی شده و خوشبختانه با توجه بیشی که ادان دیگه چون زمینی سرایت و مردمانی هم که بعدا یک موبایل دستش پانتش به شکل مستند و به شکل زنده این جنایتانی که مرتکب بودن ثبتش بکنن و پخشش بکنن که ادان دیگه قدرت سانسور جمهوری اسلامی خوشبختانه نتواند کار بکن و برحال تلاشی کرد که 1001 بهانه در بگیری از برچسب‌های تجزیه طلبی و از برچسب‌هایی که
کسان استقلال طلبان و تجزیه طلبان بلوچ و سوء استفاده کرد و مردمی هم که پایحت بودند نزانند بازی چه دست قرار گرفتن توسطشان. متاسفانه شیء جمله آن جمهوری اسلامی مردم عادت کرده میشه استفاده کن جمهوری اسلامی و هیچ کس هم باور نکن. جالب بدانی که جمهوری اسلامی حتی همه حقی هبران از بس که ما رو چه وشد چوپار دروغگو بودند همه حق درستی هبران شمالان هیچ کس قبول نکنده. و به همین دلیل الان این چیزی که به عنوان دادگاه در درون جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری این جنایتی که واقعا جمعه‌های خونین زاهدان خاش اتفاق کرده، این دادگاه‌های به قول معروف فرمایشی کاملا جانبدارانه و جانبگیرانه است. من گزارشی که اتفاقا تحت تصنیف هستند، من موقعی که کلام که یک سریع یک نگاه به قول معروف دور بده جز کلمه افراط و تفریط استفاده کنه. یعنی شیک به اصطلاح کسی که بالای مقر بوده شی افراط کرده مثلا در تیراندازی پچه که نتوند که چیر بدن دیگه حتی در درون آب مسلا در درون آجاگاهی که به قول معروف مردمان جمع بوده نشتگن در داخل ساختمان وقتی که جنینان گوزهگان بوده شهید کنک بودن دشاشی کاملا مشخص است که برای به قول معروف تفریط افراطه. ولی کلمه تفریط معنی چیه که به کاری با احتمالاً همین مسئله با توجه بیشی که از قبل نیروهای بسیار زیادشان بالای ساختمان‌ها مستقر کرده بوده، خیلی کسانش هم در واقع در لابلای یا در درون آمبولانس‌ها در واقع داشته بودن تو دا انگار انتظارش بوده که شان هم افراط بکنم. به چه دلایلی الان کلمه تفریط به کار با یعنی کمش انجام داده ایشی کسی که به عنوان رئیس اصطلاح قاضی دادگاه تو داشتی یه مقدار روشن که این تفریطی که اعمالی که منظور چیه؟ چرا که در ظرف یک ساعت بیش از 100 نفر آنچنان تریت کنک ببن مثلشی که انگار در یک جبهه جنگی و یک دشمن خارجی مشغوله و بیش از 200 نفر هم آنچنان زخمی کنک بن تپی کنک بن که به علت وخامت و اوضاع تپی از یک طرف و بخار به علت ایشی که واقعا ایشی دیگه یک جنایت دیگر این که از نظر درمانی دکترانی را که بلوت خدمت بکنن برای بیماران فارغ تو وظیفه انتش قسمنامه‌ای که اجرا کنن تمشیه کسی که مریض کسی که بیمار او ده هیچ گونه تبعیض در ارتباط با کس که آیا شی مجرمی جنایتکاری آدم بیگناه گناهکاری ایشان نباید قائل ببن. شی قسمنامه‌ای که دکتران در واقع اشاره در همه ابتدا قبل از ایشی عنوان و تایتل دکتر بگیرن باید درک بنشن و گنده این کسانی مثلا ابراهیم ریگی آپ امکاد گرگ برگ بند تو زیر شکنجه کشک بند بخاطر شیک چون کمکی کرده دورانی تا به زخمیانی که به شکل در نتیجه افراط همه کسانی که حداقل اوتش هم اعلام کنن که افراط کنن بوده. و یک نکته دیگه که اتفاق جالبه ایدانند که نیروهای مسلح وقتی حالا چطور که جنگ بودن شیم یک داستانی که برای جمهوری اسلامی بازی به قول معروف برنامه سناریو پن کرده برای رابطه کچی چوبی بیته آیان نام شهدا و جانباز هلی ولی کسانی که توسط همه کسانی که حتی خود دادگاه فرمایشی کلمه افراط به کار با و مورد هجوم و قرار گرفتن توتی جان عزیزش دست داده بوده ایشان به عنوان به اصطلاح جان باختگان چیه نام گرفته فقط به عنوان کسانی که کشته شدگان در واقع نام گرفته در صورتی که از نظر ما مردمان بلوچ و از نظر مردمان ایران این کسانی که با سلاح‌های نیروهای تروریستگر جمهوری اسلامی ایران فرق نکن نیروهای انتظامی ببن چرا که همین نیروهای انتظامی هم مستقیما زیر فرماندهی سپاه پاسداران و بخصوص در جایی مثل بلوچستان تحت فرماندهی آن بخش از سپاه پاسداران که یک زیر مجموعه از سپاه قدس هم. یعنی چی که بلوچ به عنوان بیگانه رفتار کردن وقتی که شاخه مرصاد سپاه قدس در بلوچستان فرماندهی کل امنیت در دست نمیتی معنی ایشی که او دا نیروهای انتظامی دقیقاً و مستقیما زیر فرمان روایی و فرماندهی سپاه قدس هم سپاه بخش مرصاد سپاه قدس هم و در این حال تمام ادارات و دوائر دولتی بخصوص
استانداری و شورای به قول معروف تامین و هرچی نامی از نشان تمام افرادش منتخب همین بخش و به اضافه مستقیما اگر کسی هم یک نظر متفاوتی بیبیتی اصلا حذفی کنه و نه اعلان تو وجه قرار بگیر. به همین دلیل گندگی این که ما بلوچانی کسانی که بودن واقعا برای فقط دفاع از کرامت انسانی و دفاع از این جنایتانی که برای مردم بلوچ در ظرف 44 سال بوده رفته که بوده اعتراض بکنن تو شام، ایشانی نامان کشته شدگان هلند و ویتیگان به عنوان شهدا و جانبازان به قول معروف نام گیرند شام. وانگه در این رابطه فراموش مکنیم ما شما ملت بلوچ که جمهوری اسلامی ایران از همه ابتدای سرکاریایی به چه شکلی تلاشی کرده بوده که در میان مردم بلوچ همیشه اختلاف وجود همیشه گندگی که ماشما در ارتباط با اتفاقی که جمعه خونین زاهدان تاکه و جمعه خونین خاشی تاکه به چه شکلی جمهوری اسلامی تلاش کو که بین این دو تا شهری شهدا در واقع هم تفاوت قائل بی و یک جنگی در میان رهبران مذهبی بود رادار بوده که هیچ کس بیال نکرد مولوی عبدالواحد ریگی تفلک برال گرفت برد و شهیدش کو لورتش که اشاره حتی به اصطلاح بلند به نام احتمالاً مولوی عبدالحمید با توجه بیشی که زاهدان تا دیگه به موضع گیری و شان انتظار هست که مولوی عبدالواحد درخواست جور دیگه موضع گیری بکنه حالا که مولوی عبدالواحد ریگی صاحب بشی دقیقاً در این شرایط حاد در کنار مردم گوشتاته بوده ولی حذفش کو باشه فقط بخواد شکل لورتش به اصطلاح یک سری سناریو سازی بکنن تو باز هم اختلاف در میان مردم دورده آخه چه اختلافات بالاترشی که حتی در ارتباط با انجام مراسم مذهبی هم این گونه اختلاف واقعا جای تاسف و جای تعجب است که ما مردمان بلوچ تا این اندازه واقعا بازیچه دست قرار بگیریم که حتی برای انجام مراسم مذهبی هم در واقع جمهوری اسلامی موفق بیتین که ایجاد اختلاف بکنه چی واقعا جای تاسف است. در هر صورت از جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه انتظاری نیستن که دادگاه‌های فرمایشی و هم تازه نظامی هستی دادگاهانش ایجاد عدالت بکنند و به قول آقای مصطفی ماهامی عدالت علوی به قول معروف بتونه بوده اجرا بکنن غیر ممکنه چرا که در ذات و ماهیت حکومتگرانی که به عنوان یک سکتی هم به عنوان یک ایدئولوژی هم به عنوان یک فرقه خاصی مذهبی ببند ایشان تمام مردمان را تقسیم میکنه به خودی و غیر خودی و متاسفانه اهل سنت بوک بلوچ بوک نزانو به یک شکلی در مقابل جمهوری اسلامی گوشتن چون تماما باعث بلوچا واقعا به عنوان غیر خودی هایی ببند که حتی اگر چنانچه به این شکل هم که رگبارش ببندند بکشندش هیچ موقع کلمه شهید برش بکار نبرند کشتش کشته شدگان بودم و این مسئله ما آخری جمله که عرض بکنم این مسائل شان مطمئن به جمهوری اسلامی ایران که او اگر چنانچه در ارتباط با این قضیه دادگاهی که برای قربانیان جنایت و هواپیمای اوکراین مرتکب بوده و این جنایاتی که مثل روشن جلوی چمان ده ها هزار و صدها هزار نفر مردم مرتکب بودند و این همه کشتارش کرد بودن عزیزان به شهادت رسیدند تو شاه یک روچی در دادگاه های بین المللی این مقامات محاکمه کنه و با سزایی که از نظر جهانی باید بهشان برسید مطمئن بودن که مردم بلوچ هرگز نه بی‌حیال کنند و نه بخشند و مردمان ایران نه تنها مردم بلوچ هرگز نه بی‌حیال کنند و نه بخشند این جنایتانی که متاسفانه تحت نامهای این گونه‌ای به قول معروف جمهوری اسلامی ایران و نظام سکت اثناعشری و فلان و شاه سوء استفاده دارن کنند و مردمان به این شکل دارن قربانی کنند. زندگ به واجه بندوی منتوار که شما برای مفصل توضیح داد. واجه امیری شما در رابطه با همین دادگاه مسئله به نظر شما بلوچانی واتی واکنش چی در رابطه با یه دادگاه برای حکومت لوتی دادگاه برگزار بکند و چند نفری که ودا مأمور بیتگند برایشان بیارید دادگاه به عنوان عاملان یا کسایی که منچو که حکومت گوشته دوچاره افراط و تفرید بیتگند محاکمهش بکند بلوچان چه برداشت کنند چه واکنش نشان دهند و تا هنی چه واکنش نشان دهند بیتگ منم سلام و درود عرض کنم خدمت شما و بینندگان آریان تیوی و گپ تران بلوچی.
تبریک گوشم به تمامی مسلمانان به خاطر عید فطر و خاص مردم بلوچ. امیدیم که نماز روچگان آیان که روچک بودن قبول بی و خداوند از گناهان آیا ببخشید. در هر حال پرونده جمهوری اسلامی در ظرف 44 سال معلومه. ما مردم بلوچ نه از الان، از زمانی که اولین نسل تحصیل کرده بلوچ در حدود 50-60 نفر از تحصیل کردگان ما اعدام بودن و تا حتی جمهوری اسلامی اجازه ندا به فامیلان و به مادگوهاران و عزیزان آیا تا حتی سوگ بدارن، پرس بدارن، یا تا حتی آیانی که بخاطر جوانانش سوریه تمولورتش حل بجنن گوشتش حل تا حتی شادی هم مکنی بخاطر مرگ چوکان و با افتخار مرتگن. اشی از پرونده جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار 8 مهر هنچو که دوستان شارکو، واقعا یه برنامه یک رژیم چتگت برای بلوچان کلن برنامه سرکوبت. اشی یک برنامه دراز مدتی که وسیله رژیم ولایت فقیه تصویب بوده که ما به هر شکل منطقه باید اهل سنت کردستان و به اهل سنت بلوچستان یا زهرچشم بگیریم و در ودان یک کشتار و یک جنگ تحمیل بکنیم. ولی خوشبختانه با درایتی که مولا عبدالحمید بکار بود و تزی که جالبین که هم که در رابطه با تعزیه و در دوستان شارک و مولوی بکار بود، جمهوری اسلامی تمام روزنه های امیدی بندک بودن، نه اینکه افراد مرصاد یا افرادی که برای قتل کش یا برنامه شونسابی هرچند که 120 نفر یا 150 نفر از بهترین جوانان بلوچستان شهید کو، ولی برنامه یک لورت جنگی تحمیل بکنن به ملت بلوچ و ملت کرد دستش رو بود. ادام مردم ها زند که رژیم دنبال کشتار و دنبال یک جنگ یک در نقاط مرزی یا در بلوچستان راه دارو بدن و از یه طریق با نیت های شوم یک در سرنی که قتل عام مردم بلوچ و خاص روشن فکران و تحصیل کردگان و آیانی که احساس مسئولیت کنن برای مردم بلوچ آیان از بین بباد. ولی دیتنگ نه، خوشبختانه مسجد مکی به درستی در دان عملی کو جلوشانگه. در رابطه با محاکمه یک کنت خوب مسلم جمهوری اسلامی در هیچ کجا از یه جنایاتی که در بلوچستان اتفاق کرده محاکمه در کار نبوده. ما شما گندیم برای آیانی که در چابهار لوگانش به سرش خراب بودن، در سوخت برانی که کشک بودن بیگناه، در ایشان هیچ گونه. ولی خب از آنجا که مردم بلوچ با هم متحدتن در یه مدت 8 هفته یا 5 ماه و فشاری که مولی عبدالحمید با دیگه یاران بر سر جمهوری اسلامی راه چاره‌ای برای رژیمی باقی نیست. اشی که اعتراف بکن که شان شهیدم و ما هنچو آبکی یک محاکمه راه دور داد و از کجا معلومه همشان کم تازه محاکمه هم ببند محکوم ببند روان برندش در زندانان و بعد از 1 ماه 2 ماه طوری ناپدید به منتقلش کنن برای جاهای امن با یه زندگی راحت خوش بل زندگی بکنن. ولی در وسط چیزی که به صلاح پای مالبی خون مردم بیگناه، مردم بلوچ، مردم کرد و آدیگه مردمی که در کل ایران دارن زجر کشن. به نظر من موافقم با دکتر با مهندس بندوی، اشی فقط یک محاکمه فرمایشی در شی هیچ یکی از جنایتکاران به سزای اعمال وطن نرسند، بلکه فقط لوتن یه نمایشی بدهند. برای اینکه مولوی عبدالحمید در طی 5 هفته همیشه خواستار محاکمه و محاکمه عاملین یک قتلان بودن. آیا هم لوتن چون قدرت پرزوره لوتن به مولوی بگشتن که بله مولوی صاحب ما بچار ما شانی محاکمه کو. حالا ولی مردم خوشبختانه تو دوست ما وقت مردم زانه که اشی یک محاکمه نه بلکه یک محاکمه فرمایشی برای سرپوش کنه جنایات رژیم در بلوچستان جان. مرسی. زندگ بات واجه امیر دقیقا انچوشن پیسرام برال زایدان تو که معترضان گوشته که خود مولوی عبدالحمید هم علنا اعلام کد گوشک بیت که عاملان و آمران یک کشتار باید محاکمه ببند و رسما رهبر جمهوری اسلامی گوشته که کسی که فرمانده کل قوای و برال نیروهای مسلح فرمانده کل قوا دستور گرند و آیی به عنوان آمر یه دستور کشتار بیتگ
واجه بندوی شما اشاره کد وقتی اول ابران در رابطه با مسئله که برال چابار پیشات که مرچی در رابطه با عید و چیزی که حکومت برال دخالت کتا عید مسئله یا برگزاری نماز عید و یه چیزا برال ما چیزی که یه 44 سال تو که دیتا مولا هم برال سنی مولا هم گوشون هم پیش داشتی که توانند شهر ببندن چون که مولوی عبدالحمید هم پیش داشتی که توانند شهر مبندن چون آدم مولا که گون حکومت هم راند بهرحال این بحث 44 سال بحث ولی پرچه دنینگا مولا هم نتوان تای مسئله وقتی که حل بکنند یا مردم هم دنینگا یه چیزان یه صحنه آن تو که بهرحال بازی ورگاند بهرحال ما گندگان اگر یک مولای رو حکومت امرا بید یا بخش چه جامعه یا بهرحال فریب دن تو بهرحال بار تیمانی میگه چی واسه یه مسئله اینچو طول کشته اینچو طولانی بیت این مسئله حل نبیگ متاسفانه همیشه در هر جامعه کسانی که قدرت دستنتش خب یک سری برنامهش هستن و لوتن تو برنامه ها پیشو برن حکومتانی که ایدئولوژیک ببین حکومتانی که به شکل جمهوری اسلامی ایران به عنوان به قول معروف پیشبرنده یک سکت مذهبی ببین تو ایشان خب کاملا طبیعیه که به هر حال از هر روشی استفاده کنن که بتوان در میان مردم ها اختلاف به وجود بیارید و متاسفانه همیشه هم در جوامعی که ناآگاهی میبینی در جوامعی که به شکل در واقع عقب ماندگی سیاسی میبینه متاسفانه ما شما بلوچان یکی از قربانیان کاملا ثابت شده با 1001 سند و مدرک و دلیل قربانیانی هستند که حکومتگران تهران همیشه لوٹته از نظر سیاسی عقب مانده از نظر اقتصادی عقب مانده از نظر فرهنگی و برحال از نظر آموزشی و از نظر بهداشت هم که گندگی ما شما تمام الان طبق آمارای خود رژیم پایین ترین در واقع آمار در ارتباط با تمام چیزا متعلق به مردم بلوچستانه چرا که گندگی بود برحال مردم بلوچی کود مریض و بیمار باید برون مرکز استانهای مجاور بیمارستانی که در استانهای مجاور هستن باید برون کسانی که توانند و زرش هم رو کسانی که نتوانند همودا در همین قربانگاه هایی که به قول معروف در بلوچستان جمهوری اسلامی پیم کرده و نامش درمانگاه بیمارستان هرچی هستن بود فدای بند کنن این همین مثلا در ارتباط با عقب ماندگی و بازماندگی از تحصیل هم در نظر بگیریم دقیقاً یک انعکاس از شینک زیر ساختهایی که ضرورت هست از نظر ذهنی از نظر فکری از نظر به قول معروف اجتماعی و فرهنگی و از نظر کار و بهداشت و آموزش شان فراهم به این زیر ساختها محرومه مردم بلوچستان آمدانه محروم کنک بودند و همین سیاست محرومیت قطعی همچنان با وجود این نوع حکومت ها ادامه ودیه کنده به همین دلیل گنده که برحال هستند کسان بسیار زیاده متاسفانه کم و کم نه که با ظالمان همراه بند با برنامه ها و دسیسه ها و سناریوهایی که ظالمان و حکومتگران ظالم اجرا کنه همراه بند ایشان کاملا من فکر کنم مردمانی که بود زندگی کنن کاملا این محیط جا یارند و گندگن کجا شخصیتان کجا کسان در ارتباط با فشارانی که جمهوری اسلامی ایران یارگند سرش مقاومت کنن و به شکل‌های مختلف سعی کنن که در کنار مردم مطالبه بدارن ولی هستند کسانی که متاسفانه به خاطر یک سری مصلحت‌های مادی و واقعا هم چیزی جز مصلحت‌های مادی نتوان ببینه که با ظالم همدستی کنن با ظالم همراهی کنن دوشان و تنها چیزی که گوشه که بیت ایشین که متاسفانه این نوع قربانیان هستند ماشو بلوچستانی تا که یک عده از رهبران مذهبی پاد هلن سروتی باورهای مذهبی و همراهی کنند با ظلم و همراهی کنند با ظالمان که متاسفانه اختلافات در میان مردم هم به وجودیه به خاطر همین نوع اختلافاتی که در میان این نوع کسان در واقع وجودیه و فراموش مکنه ما شما با توجه به ایشی که جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص مردم بلوچاری گروگان گرفته بودن به خاطر ایشی که سرزمین لوچ امکاناتی که در دریا و در زمین هستند لوچیدش موقعیت استراتژیکی و اهمیتی که به اصطلاح جایگاه بلوچستان هستند لوچیدی نه مردمان بلوچستان
و این مردمان بلوچ بر اساس انچه مرز کو پیستر قوانین مختلفی که جمهوری اسلامی حتی وقتی نوشتگند و به عنوان بسیار قانون اساسی ببند و چه قانونهایی ببند که برحال به عنوان آیین‌نامه و دستور اجرایی شده و دنتشان حتی همایان هم به شکل فراقانونی غیر آیان عمل کنگم. مردم بلوچ واقعا قربانی این رفتارها و کردارهای حداقل حتی همه قوانین کمود جمهوری اسلامی میتی تا به عنوان قوانین ثبت بودگه متاسفانه مردمان بلوچ هم بودن قربانی همه اعمال فراقانونی بودن. بهیال مکنه این مسئله که این اتفاقی که واقعا زاهدان خاشته ایشی در واقع جزء یکی از همه اقدامهای فراقانونی است که مردمان بلوچ را به عنوان کشتارهای انتقام جویانه گلاشنشان از بین برگن تویشان. همچون که ماشما یادن 2013 برحال رسما اعلام که آقای من بیایان که هستن تویشان مورد دادستان مثل کل استان هستن تویشان آقای محمد مرزی فکر کنم که ایشی رسما اعلام که 16 تا جوانی که زندانش در کرتگتن و در قبال جنگی که سر مرز اتفاق کفتگت و تعدادی از نیروهای پاسدار بوده به حال کشک بوده گتن این 16 تا جوانش رسما اعلام که آقای محمد مرزی که شما به عنوان انتقام ما گلاشین گرینش همین کشتاری که در زاهدان بود و همین کشتاری که در خاش بود و به هر حال جای دیگه هستن شان تمام در واقع انعکاسی از همه اعدام‌های انتقام جویانه و کشتارهای انتقام جویانه. فراموش مکنیم شما حتی همین بلوچانی که تحت برچسب‌ها و عنوان‌های مواد مخدر فروش علاوه گوشه کنار ایران و حتی در درون بلوچستان اعدام شدند، حالانکه این اعدامان طبق قوانین وقتش هم قرار نبوده که به اصطلاح اعدام کنند بشان در ارتباط به مواد مخدر بنتوشان وقتش هم قول داده به جهان هم که نکنیم به اصطلاح کمتر کاره. ولی گندگی متاسفانه مردم بلوچ روزانه تحت همین عنوان تحت همین برچسب اعدام کنند و بخش کشتار سوختبران هم یک اعدام های انتقام جویانه و کشتارهای انتقام جویانه دیگر از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران، چرا که در جهت تأمین همه برنامه‌یانی هست این نوع کشتارها که جمهوری اسلامی دنبالتش بچه جمعیت بلوچستان جمهوری اسلامی ایران لوٹیدن که این جمعیت گونه بازی بکنه و از هر طریق ممکن جلوی گسترش و رشد جمعیت بلوچ بگی ضمنشی که برای از جاهای دیگر نیروهای دیگر هم یاران در استانهای دیگر با حمایت‌های مالی و مادی و معنوی و به قول معروف امنیتی و همه چیزی و بهترین امکانات در اختیار شیلن و بلوچان تا جایی که دستش برسی به شکل‌های مختلف سعی کنن حذفش کنن. آیا همین کمبود امکانات بهداشتی و کشک مرگانی که اتفاق که بلوچستان تا بیمارانی که بستان نتونن مداوا بنتشم ایشی هم در همه بخش همه کشتارهای انتقام جویانه این نوع حکومت هم باید علک ببیده نه چیزی دیگه. متاسفانه هم که شما اشاره کردن جمهوری اسلامی از هر طریقی کوشش کند که اختلاف تفرقه در میان مردم وجود بیاره و چیزی بهتر از اگر چنانچه اختلافات عقیدتی و مذهبی وجود بیارند. موافقم بند اگر چنانچه یک بازیگرانی ببر تا این میدان جمهوری اسلامی هم بازی بکند مطمئن باشم که در میان خود همین باورمندان عقاید مختلفی که بوده هستند هم کلی درگیری و کلی هم حذف کنکار و کلی هم مشکلات وجودیه. ولی امیدش اینه که در این عصر در این قرن در این دوران که دوران آگاهی به حقوق واقعا مردم بلوچ اشاره مطمئن ببند و مطمئنم هستن ولی علیشی که نتواند در یک بحث دیگر که راهکارهای دیگری باید ضرورت بیدنشان ویتی حق به حقوق زانند و تنها راه گرگ حق به حقوق چیزی هم جز همبستگی نه. این همبستگی هم در صورتی وجودیه که حقوق بنیادی سر ماشموتی انگشتان بلی و همبسته ببین. اختلافات عقیدتی فکری هستن شان چیزانی نه که مردم به قول معروف دیمشن بگیردن طبیعیه ولی نه حول هوش این اختلافات عقیدتی فکری بلکه حول هوش همه منافعی که در ارتباط با کل مردم بلوچه فارغ از ایشی که داره چی دین عقیده و فکری داره فارغ از ایشی که در کجا گوشه بلوچستان نشته فارغ از ایشی که برای به قول معروف هنگت هم ما درگیر همه سیستم های عشیرتی قبیله‌ای سابقی این که چرا حکومتگران به نفعش همیشه ما بلوچان به همین شکل بدارند شان فارغ از چی که متعلق به کجا زی توشان
ایشین که پهکام بلوچند و چیزی که به عنوان هویت بلوچین، به عنوان منافع مشترک بلوچین، به عنوان منافع ملی بلوچین، اشرا اکثر مردم متوجه هستند که نکته ها کجا هستند. حالا همان نکته ها واقعا یک همبستگی برای بدارن حفظ بکنن. چیزی که الان باعث همبستگی مردم بلوچ بوده تا بلوچستان و چیزی که تا هنگت هم زاهدان به عنوان مشعلدار اشاره زن زندگی آزادی در کل ایران هسته، واقعا محصول این همبستگی که در میان بلوچان وجودی است. چرا که این همبستگی فقط به عنوان ایشی که فقط ما بلوچ این جمهوری اسلامی به خاطر بلوچ بود ما رو یک مورد ستم قرار دهیم، مورد جنایت قرار دهیم و به شکل در واقع گرفتار کشتارهای انتقام جویانه جمهوری اسلامی هستند. ادانند که یک همچنین درد مشترکی، یک همدلی مشترک باید وجود بیارید. وقتی که ما بلوچانی درد چه طرف حتی پاسداری میگو پاسدارا همراهن، چه طرف حتی مولای بیت مولوی بیت که به شکل هم جمهوری اسلامی ایران و طرف مذهبی گوشه که انتشان هم همین حالت کنگن مثل اجرا کنگن دوشان ببر. اما آن نکته مهم ادانند که جمهوری اسلامی ما مردمان بلوچا به خاطر ایشی که متحد میبین با همدیگر راه های مختلف و شیوه مختلف درگیجی با اینکه دردین یکی و انتظار هستین که همدردی همدلی هم وجود بیاری، ولی متاسفانه هنگت هم گندین هر از چندگاه این وجود یارن تشم. جمهوری اسلامی حتی اعتمادی نیستن به همه کسانی که مروچ جمهوری اسلامی تفنگش مرد، همه کسانی که مروچی بودید در واقع هست و نیستش هشته کف دست و هشتهش در اختیار جمهوری اسلامی، اما جمهوری اسلامی هر لحظه که تشخیص بده دیگه گیشتر به درد نبره حذف شکن، حتی اسبهای فیزیکی، حتی اسبهای بدنامی که به شکل بدنام کنه گونه از میدان در کنه بشن. چی بنابراین بسیار حیاتی هست که مردم بلوچ با توجه به وضعیتی که الان هسته این همبستگی وقتی حفظ بکنه و تا جایی که امکانی هسته این همبستگی همچنان پیش دارد بوده. الان بلوچی نام نه تنها تا کل ایران برخلاف خواست جمهوری اسلامی پنیکی گرگ بوده، برخلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی انجام دهد از طریق رادیو و تلویزیون و فیلم و میل و همه چیز که بلوچ به عنوان قاچاقچی و نزن قاتل و به عنوان نامکنوک نشان بده، ولی مروچگی روچه تا جمهوری اسلامی تمام برنامه به خاطر همبستگی که مردمان در میان وقت پیش داشت و هنگت همبستگی همچنان دیما روانه این برنامه یعنی در واقع فشل کرده جمهوری اسلامی و امیدش که این همبستگی همچنان مطابق حفظ بکن به دلیلش انعکاس مشکلات و دردهای بلوچ همین همبستگیان که الان به جهان منتقل کرد. ایشی حیاتیم که همبستگی حفظ ببین و ای کاش که به هر حال اختلافات کوچیکی که وجودی هست مردمان بلوچ در نظرش بگیرند و که همبستگی حفظ بکن. سلامت باز لطفاً. ببخشید شما برال گشتر وقت برنامه استفاده کنید ما کوشش کنیم واجه امیری هم وقت گشتر بده که برال دو مهمان بتوانند برابر چه وقتا استفاده بکنند. واجه امیری شما در رابطه با واجه بندویی ابرام توانه وقتی نظر بده در رابطه با برال همبستگی ابری کد بله چیزی که برال مردم همیشه انتقاد کنند چه اپوزیسیون هستن که برال انچو که بلوچستان تو که مردم گو هم همبسته بله ما این همبستگی اپوزیسیون تو که بلوچستان گنگن دیگه و اپوزیسیون گو هم دیگه همبسته نه شما نظر علت چیه که اپوزیسیون نتوانی گو هم همبستگی و دیگه حفظ بکن؟ ببخش در دو تا جوسه یکی بچه به نظر من یه اختلافات عید کنه یا کنه در زمان قدیم در بلوچستان هم مبتنی بر شی که به قول معروف ماها بگند و روچک بدار ماها بگند و روچک بپرش، ولی همه مدت هم در شهرهای مثلا در پهره اگر عید بوده مثلا چهبان، ولی در آن مدت ها فضای مجازی تلفنی نبوده، تلویزیونی نبوده، ماهواره نبوده، امکانات کم بوده و تمام رسانکان و اخباران از طریق مسافرت ها و نفر یک باد نقل کول بکن. اگر در یک شهری ندیستگش عیدش نکده تا 30 روز پوره ببین، ولی در شرایط فعلی که همه چیز از طریق اینترنت، از طریق تلفن، از طریق مخابره و امکانی هسته، به نظر من ایشی گشتر به ایشی نزدیکن که یک تعداد از علمای ما و یک تعداد از مذهبیان هم به خاطر نزدیکی با رژیم و دستوری که از ودان گرم الوتن به ساعت فضای دو جانبه ایجاب کنه.
و همچون دوستان شارکو اشی زیاد مثلا هرچند اگر در زمین های مختلفی تضادان ادامه ده یک ببند و یه مشکلات برای مردم بلوچ مشکل زایم ما سعی بکنیم که باید اتحاد وطا یا یگانگی وطا چه از نظر مذهبی و چه غیر مذهبی سیاسی فرهنگی اقتصادی شان درست باید یک دیگه هماهنگ بکنه و چیزی که دیگه در رابطه چرا اپوزیسیون نتونن با هم متحد ببید شی مسئله این من نظر دو در رابطه با اپوزیسیون بلوچ یا کلان اپوزیسیون ایران در هر چی که از دو کشورهای جهان اپوزیسیون نتون که تمام یک شکل عمل بکن یا متحد ببی ولی هنچو که دوستان شارکو در بعضی نقاط که مثلا اساسی و نکاتی که خط کرمز ما بلوچانه در آیا ما تمام باید متحد ببین و آیی ایشی حقوق ملی مردم بلوچه هویت ملی ما هویت مذهبی ما هویت فرهنگی ما هویت زبانی ما اشان چیزانیه که ما باید روشان متحد ببین البته اگر ما حساسیت رو هویت ملی وقت ببین بابت اجازه مده که تفنگ بر بکنیم بر علیه براتان بلوچ و سپاه همکاری بکنیم برای اینکه من علنا دارم نقص هویت ملی و تا بر علیه برات و اسلحه چستین کنم چی هم از نظر اسلامی به نظر من درسته و هم از نظر انسانی ما بلوچان تاریخ و فرهنگ خیلی قدیمی هسته ما برای میار مرتگیم برای برات وقت مرتگیم ما بخاطر همسایه وقت مرتگیم تا حتی گشنگی توشنگی و قتل کوش ظلم قبول کته ولی حاضر نبوده که لوگ همسایه به صدمه برسینه یا به عزیزان و صدمه برسینه میار جلی و پناهداری ما در تاریخ مشهوره ولی خب الان گنده که نه یکی به خاطر 4 لیتر بنزین یا امتیاز یک پمپ بنزینی یا امتیاز یک سوخت وحدی دیانتی حاضر دست به همه کاری بجن که یک دشمن نتوان کار انجام ده آی رو به ثمر رسینی متاسفانه عاملانیه که بر سر به نظر من کم فرهنگی کم تجربگی و یا فقر و بیکاری هم بری دست به چیزان زن فکر کن که اگر من و دیه مسائلانی که فعلا اتفاق کپا همکاری بکنم شاید مشکلی از گوشه اقتصادی و حل بکنم ولی در اصل درسته به حساب بانکی و تو شاید یه چیزی افزایش بکنه ولی واقعیت امرشین تو از حساب معنوی و اجتماعی و در بین براتانت ها ازایی تو کم میکنه الان بلا استثناء تمام یه دوستان یک رژیم همکاری کنن یا به شکل یک سپاه بر علیه براتان وطن شان هم در آخرت یه چیز بدیه و در این دنیا هم مورد سرزنش یه دیگه عزیزان و براتان و همفکران و براتان بلوچ باید قرار گرن پس اشیه که هیچ گونه نفی و سودی که براتان به نظر من رسی در یه دنیا نیست من معتقد بشیم که شامنه و فکر پرکنه جیه باید برای یک دروچ ببن همه گپی که مولی صاحب از نظر مذهبی 2 هفته پیش کو که میاره آخرت و تا و عزت نفس و تا بخاطر پست مقام یا شغل یک در ادارجات و هستیم بخاطر یک جهتی و یک جاهی بلوچ و دشمن همراه مبید اشی یه چیزیه که ما درو تأکیدی کنیم با آیی و در کل ایران هم هنچه در کل ایران هم باید همبستگی وجود بیه تا مردم بتونن به حقوق و با چیزی که در صدر برنامهش برای رسیدن به هدف میسر ببی شاعران همیشه گوشته که توپاکی کام گلبانگین توارن توپاکی جهد سوابا آوارن توپاکی یک جاهی همدلی متحد به یک بهترین چیز این که در زندگی یک انسانی تو باید نسبت بده و عملی بکن نسبت بادگه هم نوعان باید در سرزمین باید ما بلوچه هم جدا بابت تابطه از جهان نه تجربات جهانی رو باید استفاده بکنیم در جهان ملیتان و قومانی پیروز بودگن که همیشه با هم متحد بودگن البته متحد نه این که از نظر فکری خب طبیعتا در یک جامعه 5-6 میلیونی اختلاف نظر هستین لحظه در رابطه با مسائل مذهبی لحظه در رابطه با مسائل اجتماعی هم بدن در لحظه در رابطه با مسائل اقتصادی ولی عاقبت آخران چیزی که شامل حال یک ملت تمام اشانه پس تمام در یه درد شریکن و تمام در به ثمر رسیدگی یک اتحاد و یه پیروزی هم باید شریک ببن
تنهاشی راهی که ما را به نتیجه داد و ما توانیم استفاده ببریم. سپاسگزارم. مرسی. زندگ باد واجه امیری. واجه بندوی ما میکروفون پدا شما را دهیم برای من پیسر چه جستا تاکید کنم که اگر کوتاه‌تری بگوشد که بهترین چه که وقت مناسب تر تقسیم ببینید. واجه بندوی شما در رابطه با برای اختلافاتی که اپوزیسیون تو که هستن ما جز کدام واجه امیری باشی که ما نکاتی که برای خط قرمز بلوچانی بوده باید مشترک ببین یه درستیم برای ایشیا برای تا مرچگین روچان بیتگند بلد حکومت همیشه اپوزیسیون متهم که به تجزیه طلبی به اقدام مسلحانه بله ما گندگانی که تمام اعضاب اپوزیسیون دستیار کت مبارزه مسالمت آمیز سره و واضح و تی اساسنامه یه چیز نوشته آیا اگر لازم ببید اپوزیسیون بلوچ هم مسلحانه اقدام کند یا نه در صورت لزوم چه که برای یه بحث مطرح بگه که اگر برای اپوزیسیون مجبور ببی یا شرایط یک جایی به برسی که لازم ببید اپوزیسیون بلوچ مسلحانه اقدام کن چون که پاکستان اقدام کنه. شما نظر چیه این بابت؟ میگم همیشه ایشی بوده که باورم همیشه که این دورانی تا بخصوص الان به قول معروف قرن 21 و با توجه به ایشی که دیگه الان این دورانی تا مثل قدیم ها نهند که مردم ها یک شکل دیگه زندگی کد و سطح تکنولوژی به قول معروف مختلف مردمان زندگی تا آپمی اثرش نیست و آوادم به شکلی هم جنگ های نظامیش انجام داد و ایشان ولی می باورشین که مروچی قدرت در دست توده های مردمه. چیزی که مروچ جمهوری اسلامی ایرانی به یک به قول معروف گوشه فشار یارتا مثل ما میدان بوکس یک هست یک کسی که به اصطلاح حریف اوتی باست یک گوشه از رینگ قرار دادن مروچ جمهوری اسلامی ایران اگر در یک گوشه رینگ قرار گرفته نه به خاطر مبارزه مسلحانه ای بخش یا ای گروه یا آدگه گروه بلکه به خاطر مردمه به خاطر توده های مردمی که در کف خیابانند به خاطر توده های مردمی که صدها هزار نفری پادی آیند و خواهان حق و طبع بنابراین آن چیزی که ما مطرح کنین آن چیزی که ما لوتین نشان مبارزه مسلحانه نهید بلکه میشه به شکل یک مبارزات مسالمت آمیز و مدنی اما با اتحاد وسیع و گسترده ایشیند برگ برنده و ایشیند اسلحه برایی که در قرن 21 تون جواب بدند و تون انقلاب وجود بیارید. ایشی که در نهایت به قول معروف جمهوری اسلامی ایران یک شرایطی تا برسیدن که حتی در درون وقتی نیروهای نظامی ریزش ببید تو نیروهای نظامی وقتی در مقابل هم دیگه قرار بگیرن توشان یک دوران دیگره یک بخش دیگره یک موضوع دیگره ولی که مروچی من بلوچ به شکل ایشی که باورون ایشی ببینید که یک گروه مسلحانه توانا نظام فقط تونه ایجاد مزاحمت بکنه و ایجاد مزاحمت ایجاد به قول معروف زحمت دهک برای کسی که اصلا قابل مقایسه نمی‌بینی آی قدرت با هم دیگه نظر نظامی ایشی ره به جایی نبرد و ما شخصا تشویق و تبلیغ نکنه یک همچین چیزی را. قدرت در دست مردمانه توده های مردم در کف خیابان وقتی که مثال تو در نظر بگیر اگر چنانچه یک دفعه یک روچی تا کل مردم بلوچستان تصمیم بگیرن که کل شهران ببندن مغازه ها و ادارات و دانشگاه ها و مدارس هر چیز که هستن توشان بندک ببند توشان ایشی انعکاس ایشی تاثیر هم روی جمهوری اسلامی ایران و هم در بعد جهانی اصلا قابل مقایسه نیم بیشی که ندارن یک گروه نظامی یا جاگاه 10 نفر بشن و 5 نفر وقت کشک بیت پروتشن و ایشی ما نادرست زانیم و همچین چیزی رو تبلیغ و ترویج هم نباید بکنین ایشان و شان روش هایی که جمهوری اسلامی ایران دنبال جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش وقتی که مردم بلوچ و مردم کرد تا یک همچین به قول معروف میدانی دور بدن که یک عکس العمل مسلحانه از طرف مثلا پیشمرگه های کرد ببینن و از طرف مثلا سرمچاران بلوچ ببینن در بلوچستان غربی تا که خوشبختانه هوشیاری مردم وقت از یک طرف و هوشیاری رهبران کود در کف میدان هستند و مردم همراه هستند جمهوری اسلامیش ناامید که از این مسئله جمهوری اسلامی بیان مکنی آن روچینه که این جمعه خونین زاهدان بوجوده و بعد دیستی که زاهدان
هیچی نکنگن تو رخاشش وجود یا اشیت که اگر چنانچه هستند یه تعدادی از افراد بلوچی که برحال اصلش از فلانشه درش که نمیاد گندک با بیارتش کف میدان و جمهوری اسلامی هم فراموش مکنه یک ارتش هستی براوت که ارتش و سپاه که با هم دیگه ببرم من بلوچ همچین چیزی توانایی نیست که من بتوانم به شکل مسلحانه در زمینه سرکوب بلوچ فراهم بگن. دقیقاً نه این مبارزه مسلحانه یک چیز شعار بسیار غلطیه، شعار بسیار در واقع منحرف کننده این هم در واقع نگاه جهان بر علیه مردم بلوچستان و هم نگاه خود کسانی که خواهان در واقع همبستگی و اتحاد در بلوچستان هستند هم نگاه آیان هم در واقع بر علیه مردم بلوچ برگردید. بنابراین همان چیزی که الان در بلوچستان پیش رو بگیم به همه در واقع کرامت انسانی که مولوی عبدالحمید تاکید کنه آیی سرا و همه گفتارانی که در طول این 6-7 ماه در ایام جمعه از طرف مولوی عبدالحمید و مولوی های دیگه در مساجد دیگه مطرح کردن بودند که چیزی جز برابری انسان ها، چیزی جز برابر حقوقی جنین و مردی، چیزی جز اشی که انسانان به خاطرش یک دارای چه فکر و چه عقیده و چه گروه مذهبی چه گروه فکری هستن تقسیمش مکنه. پهکان اول به عنوان انسان بچاره و به عنوان ایشی که اگر یک کار تواند بکن شایستگی های چارک بید باشما کاملا شاهد هستیم که مولوی عبدالحمید برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی ایران پایه و اساسی بر علیه تبعیضات مذهبی کاملا در واقع تبعیضات مذهبی را رد کنه گرفتشان این اشارت این نوع حرکات این نوع گفتار و این نوع کرداران که اتحاد و همبستگی تواند وجود بیاریده و این همبستگی که تواند واقعا یک نمودی بدی بکن برای حق رسک نه کاران دیگری که به شکل دیگه بودن. برای سازماندهی مهمترین مسئله که مردم بتونه در میان اومد به وجود بیارن. زندگ باته واجه رحیم بندوی عزیز، ما باقی مانده وقتا واجه امیری دهیم، تقریبا 2 دقیقه تا 3 دقیقه وقت ما برنامه است. واجه امیری به عنوان سخن پایان آخری ابر شما توان میکروفون بگیره تو گپ بجنه پر ما بیننده ها، بله اگر ممکنه در امیر رابطه که واجه بندوی توضیح داد شما هم بودی نظر بگوشید. بله دقیقا من هم واجه بندوی موافقم، یعنی نظر یکن در این زمینه. البته مبارزه مسلحانه یک نقطه نهایی و یک بود نهایی که هر جنبش و هر ملتی اگر از نظر آگاهی و نهادی نکنگ احزاب سیاسی با حد اعلا و ترسه که مبارزه در یک منطقه علنی بکن و همگانیان گیر ببی آن مدت دفاع مشروع شاید از یک ملتی بر بیه، با شرطی که به اصطلاح امکاناتی در ما در بلوچستان کلا برای رو در روی با یک دولت ابرقدرت یک مثل ایران با یک ارتش سرکوبگر و با سلاح‌های آنها مسلحم ما اگر قادر توانایی روبرو و تعیین هستیم دست به همچین عملی بجنه یا اینکه از نظر نهادی کنگ احزاب سیاسی مردم بلوچستان درستیم که ما الان به حقوق ملی وقت آگاهیم و هر یک در هر لوگی تو بروه احساس مروتی هستیم که من بلوچیم و به خاطر بلوچی به یک وقت باید یک قدمی چیز بکنم. و از نظر سومی چیز مسئله اقتصادی بچه ما شما نصف از جمعیت در رابطه با اشتغال کار به کشورهای همسایه مهاجرت کن روان کار کنن بعد از 1-2 سال برگردن یا یک تعدادی هم که در داخل بلوچستان هم ما شما گندگیم به چه سختی یک کار و ادامه دیگن یا از طریق سوختبری یا از طریق کارهای مشقتچی و رنج آسان که بالاخره تکنام برای چوکان و تیارم و با همین حال هم که و تو ماشینانش بری آتش بیان سوخت سوچند یا اینکه از بین روند شیئن که به نظر من دیگه درد بمباران و حمله یک ارتش تجاوزگر باید کنار بلینی به روچی که واقعا ما اگر بی آگاهی سیاسی رسیم و رهبران سیاسی ما و رهبران اجتماعی ما به قول آقای بندوی که در کف خیابانه بی نتیجه رسنگ بله مروچیشین که 1-2 نفر یا گروه اسلحه بزوری در مقابل دشمن بوشتی دیگه مسئله، ولی در شرایط فعلی ما هیچ گونه تجویزی برای مبارزه مسلحانه یا که در بلوچستان ببید نکنیم به خاطرشی که دشمن آماده و تشنه همچین خاص دشمن همچین که مبارزه مسلحانه در بلوچستان ببید و آیی هم زمینه سرکوب فراهم بکن
ما در نقطه های اولیه باید و هنچه آقای بندوی اشاره کو خاص جمهوری اسلامی اول همیشه است که بلوچستان و کردستان درگیر یک جنگ تحمیلی مسلحانه بکن که بتون به هدف وقت نزدیک ببی و به اعمال وقتی دست برسینی. ولی خوشبختانه با درایتی که هم رهبران سیاسی که در کف خیابان در بلوچستان هستند و با هم تشویق از طریق دیگه مبارزان سیاسی از خارج کشور از طریق رسانه یا بود، خوشبختانه جلوی کار گرگ بود و فعلا همین عملی اتحاد و همبستگی یک در رابطه با حقوق ملی مذهبی مردم بلوچ فعلا ادامه هستیم، ما ادامه بدهیم و آزاد طرف نیروهای سیاسی که در خارج هم بدون شیک برای مردم در داخل مشکلی شهر بکنه آیا باید فعالیت و تدارا رسانه‌ای کنه که مشکلات مردم بلوچ در راه پیش داره که مصیبتان و از نظر حقوق بشری مصیبتان یک بر مردم بلوچ و فعالان بودن وارد من اشاره باید جهانی بکنه و کسب اطلاعات بکنه برای کمک و بهبود حقوق ملی که ما توانیم در بلوچستان به صورت علنی و به صورت قانونی از دولت ایران فعلا بگیرنی. ولی مبارزه مسلحانه با یه حال که در بین براتان ما در بلوچستان شرقی چرات خیلی با بلوچستان غربی فرق کرد به یک این بودن، ولی باز هم با عاشق باید جواب بدن نیستیم. برای اینکه ما شما درست زانیم احزاب سیاسی که در بلوچستان وجود دارند بزرگترین احزاب سیاسی به اصطلاح جغرافیای پاکستان هستند. همه بزرگترین شخصیت های سیاسی مثل قزبک بیزنجو، عطاالله خان مینگل یا فعلا اخترجان مینگل و دکتر الله نظر. ولی در بلوچستان ما ضمنی که ما را دست کمی از نظر نیروهای سیاسی و رهبران از آنها نیستیم، ولی شرایط جغرافیایی ما به دیگر شکلیه. ما باید درک و آگاهی و فعالیت سیاسی در داخل به حدی برسینه که حداقل در بین ما 95% 98% رشد آگاهی ببی و نزانون تحصیل کردگان ما آمادگی پذیرش به اصطلاح مبارزه سیاسیش به دستوت ببی که تا ما بتونه تصمیمات بعدی بگیریم. ولی در شرایط فعلی همین کار مدنی، کاری که ما در دانشگاهان، در مدارس با معلمین و تحصیل کردگان و تا حتی کنشگران سیاسی هستیم، از نظر نوشتاری، از نظر مقاله و از نظر به اصطلاح همگامی و همیاری به یکدیگر ادامه بدیم و امیدن که بالاخره ما هم یک روز به حقوق برسیم و آن روز برسی که ملت بلوچ هم به عنوان یک ملتی بر امور داخلی و امور سرنوشت و تیوت حاکم ببی. سپاسگزارم. زندگ بات واجه جمشید امیری و واجه رحیم بندوی که وتی واحد مرچی آریان تیوی داد. سلامت و ممنون وجه. مرسی. زندگ بات. بانو کو واجه ما برنامه آخر راستگ ما چه شما هم تشکر کنیم که وقتی واحدشت مرچی آریان تیوی چارت ما یه هفتگاه هم برال که قرار محاکمه به بنس زایدان تو که عاملان کشتار دادگاه فرمایشی که حکومت برگزاری کند آیا پیگیری کنیم و دیمی برنامه ها حتما ما یه دادگاه گشتر پوشش دهیم انچو که 44 ساله برال چوکلکن کشک 2 ساله چوک که حکومت کشتگند هیچ کس محاکمه نبیتگ و صد سوخت بر کشک بیت محاکمه نبیتگند ایران حکومت دادگاه هم یک دادگاه فرمایشی زانه منت وار چشم امرایی روچ واش.